سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه قسمت دیگه از خاطرات ترسناک شما. و اما خاطره این ویدیو درباره چند تا دانشجویی که تو شهر یاسوج یه خونه به عنوان خونه دانشجویی رهن میکنن و همه اتفاقا از اون خونه و از اون شب اولش شروع میشه. حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله چنل رو حتما فعالش کنید و اینکه اگر شما هم خاطرات ترسناکی دارید میتونید زیر همین ویدیو برام کامنتش کنید یا به این آیدی تلگرام برام بفرستید. بی معطلی بریم سراغ ویدیو. سلام به همه، من ارسلانم و این ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به سال 87 که دانشجوی ترم 2 دانشگاه یاسوج که چند ساعتی با شهر خودمون یعنی گچساران فاصله داشت بودم. البته توی یاسوج عرف بودش که به سختی به دانشجوها خونه کرایه میدادن و فقط خونه هایی که معمولا هیچ کسی حاضر به سکونت توشون نمیشد نصیب دانشجوهای بیچاره میشد. و من هم با جمعی از دوستای همشهری و هم رشته‌ایم یه خونه تقریبا نیمه ساخته و بی در و پیکر نزدیک به دانشگاهمون کرایه کرده بودیم. البته به دلیل نزدیکیش به دانشگاه اون زمانم خیلی خوشحال بودیم. یه روز که هنوز بچه ها نیامده بودن، من و یکی از بچه ها به اسم رحمان با هم رفتیم واسه تحویل گرفتن خونه و فقط تو کوله هامون یکی دوتا پسوی مسافرتی با خودمون برده بودیم. خونه رو عصر همون روز تحویل گرفتیم. محله پرتی بود، کوچه ها تکمیل نبودن و انگار مثل بعضی از روستا هر کی یک گوشه زمینی واسه خودش گرفته بود و یه خونه ای ساخته بود تا همسایه دیوار به دیواری نداشته باشه. هوا که تاریک شد، چون یاسوج شهر مرتفع و سرمایه شدیدی هم داره، ما هم که هیچ وسایل گرمایشی و امکاناتی هم با خودمون نداشتیم، فقط پتوهامون رو پیچیدیم دور خودمون رو دراز کشیدیم که متوجه صداهایی شدم. فکر کردم شاید رحمانه داره یه چیزی میگه، ولی دیدم نه، اون خوابه. باز توجه نکردم. این دفعه شروع کردم به رادیو گوش کردن. بعد چند دقیقه یه احساس کردم باز یکی گوشه یه اتاق داره صدا میکنه. سری برگشتم، دیدم کسی نیست. کسایی که زیاد از هندزفری استفاده میکنن میدونن منظور من چیه. دفعه سوم رادیو رو زدم رو حالت بلندگو گوش میدادم که اگه صدایی اومد بهتر متوجه بشم. یه ساعتی گذشت و چشمام گرم شده بود که صدای چند نفر اومد، ولی این دفعه از پشت در اتاق بود. وقتی بلند شدم سردرد بدجوری اومد سراغم، در صورتی که سابقه نداشت این شکلی یهو سردرد بیاد سراغم. پیش خودم گفتم اگه دزدن که واقعا احمقن، چون دیدن که ما تازه اومدیم و هنوز وسایلی هم نیاوردیم. شاید چون اطراف خونه زمین خالیه، صدای حرف زدن رهگذری چیزی میاد توی خونه و من الکی حساس شدم و خلاصه از روی غرور جوونی رحمانو هم صدا نکردم و با شدم تنهایی رفتم بیرون از اتاق واسه چک کردن درهای ورودی، چون به جز در ورودی اصلی به داخل خونه، از تو آشپزخونه هم یه درب حیاط پشتی داشت که ارتفاع دیوارش از 1 متر بیشتر نمیشد. بعد از نگاه کلی که کردم دیدم همه درها قفلن و کسی نمیتونست وارد خونه بشه. با خودم گفتم همون بهتر که رحمانو بیدار نکردم، چون وقتی میدید درها قفلن و کسی نیست انگ ترسو بودن رو میچسبون به پیشونی. اومدم توی اتاق دوباره دراز کشیدم، ولی اون سردرد لعنتی همون یه ذره خوابم از سرم پرونده بود. تو اتاق احساس خفگی میکردم و رفتم توی اصطلاحاً حال نشستم که یکم هوای سرد بخوره به کلم که شاید بهتر بشه. همینجور سرم توی گوشی بود که صدای صحبت چند تا بچه به گوشم خورد. بازم گفتم نه، چیزی نیست. صدای صفحه کلید گوشی می اومد، پس نمیشه با اطمینان گفتش که صدای آدم بوده. این بار ساکت بودم و بدون حرکت گوشامو تیز کرده بودم که ببینم جریان چیه که
رفتم توی فکر و داشتم به این فکر میکردم که فردا میرم چند تا پوستر میخرم و میارم میچسبونم به سر تا سر خونه تا از این حالت خفگی در بیاد که یهو کاملا واضح صدای حرف زدن از سوی حموم اومد، اونم صدای چند نفر. موهای بدنم سیخ شد و از اونجایی که فهمیده بودم از ما بهترون هستن چند لحظه خودم آروم کردم و اومدم بلندشم برم سمت رحمان که از تو آشپزخونه و حموم و یکی از اتاقا و پذیرایی همزمان صدای حرف زدن بلند شد، انگار که بلند بلند حرف می زدن تا صدای همو از توی اتاق راحت بشنون. ولی خدایی اصلا معلوم نبود که چی میگن، گنگ بود کلاماتشون. دویدم رفتم توی اتاق، به زور رحمانو بیدار کردم و با ترس به لهجه خودمون گفتم کاکا بلند شو از ما بهترونن. از اون جایی که رحمان خان آدم فوق‌العاده مذهبی و مومن و در کنارش خوابالو با خواب سنگین بود گفت الکی نگو، من که میدونم از بیخوابی میخوای منم بلند کنی که تا صبح هم صحبت داشته باشی و نترس، همراه هم توی کوله قرآن دارم، اگر چیزی هم باشه از ترس قرآن نمیاد توی خونه. و بعدش هم تخت گرفت خوابید. منم بلند شدم گفتم احتمالا بچه‌های محله هستن، چون از دانشجوی پسر خوششون نمیاد، میخوان شب اولی کاری کنن که از راه ترسوندن فراریمون بدن. بلند شدم، سینه رو دادم جلو و صدامو کلوف کردم و از خونه زدم بیرون. رفتم توی کوچه و یه چوب برداشتم و با صدای خشدار شروع کردم به رجزخونی که من از فلان طایفه و بچه‌های فلان جا هستم و از کسی نمیترسم، زیر حرف زورم نمیرم. و یه چند دقیقه چرخیدم که اگر کسی اون اطراف بود بره. بعدم از سرما برگشتم توی خونه و در قفل کردم و توی خونم شروع به چرخیدن کردم. اینم بگم خونه خیلی بزرگ بود، 4 تا اتاق خواب با یه پذیرایی بزرگ داشت و آخرین جایی که سرک کشیدم پذیرایی بود. اما واردش که شدم احساس کردم انگار 3-4 برابر سرتر از بقیه جاهای خونه بود. لامپش هم سوخته بود، ولی لامپ روشن آشپزخونه یکم پذیرایی روشن کرده بود. همینجور که داشتم با خودم حرف می زدم و سردردم بیشتر و بیشتر می شد تا ته پذیرایی رفتم و لحظه ای که چرخیدم که برگردم طرف دری که ازش وارد شده بودم، یکی از وحشتناکترین صحنه‌های زندگیمو دیدم. یه موجود خاکستری که قد کوتاه‌تر از خودم بود، ته پذیرایی به حالت نیمرخ داشت بیرون رو نگاه میکرد. همینجور چند بار میرفت نزدیک در و یهو برمیگشت سر جاش. چشمای کاملا سیاه و درشت و گردی داشت و خط لباش از این گوش تا اون گوشش بود. همین الانم بعد از 12 سال دارم بهش فکر میکنم و حالم بد شده. به طرف من نگاه میکرد ولی انگار اصلا منو نمیدید. با اینکه با هم کاری نداشت توی عمرم انقدر نترسیده بودم. کل بدنم بی‌حس شده بود و نمیتونستم حرف بزنم، ولی چشمامو بستم و توی ذهنم شروع کردم به خوندن آیه های قرآنی و هرچی ذکر بلد بودم و گفتم و نمیدونم چند دقیقه طول کشید، چون زمان انگار کش میومد و همه چیز حالت مزخرفی داشت که با صدای ترک برداشتن شیشه چشمامو باز کردم. دیدم نیستش و دویدم رفتم توی اتاق و چراغ رو روشن کردم و قرآن رحمان رو پیدا کردم و همینجوری شانسی بازش کردم. شروع کردم به خوندن و یه جورایی وسطش خوابم برد یا بیهوش شدم. بعد که به حرکاتش فکر کردم احساس کردم انگار یه چیزی توی آشپزخونه بود که نمیذاشت این موجود جلوتر بیاد. طرفای ساعت 3 بود که رحمان با صدای شدید شکستن شیشه بیدار میشه و خیلی هم میترسه و صدایی میشنیده و هرچی هم سعی میکرده منو بیدار کنه موفق نشده. خودش میگفت وقتی بیدار شده دیده من کنار دیوار به حالت خمیده خوابیدم و هر کاری کرده بلند نشدم
و به قول خودش فقط یه بار به زور که چشمامو باز کردم به این گفتش که ارسلان پاشو صدا میاد و منم در جواب گفتم حالا نوبت توئه که بترسی و بعد گرفتم خوابیدم. از قرار رحمان از ترس تا روشن شدن هوا نتونسته بود بخوابه و مشغول ذکر گفتن بود. فرداشم قرار شد که وقتی سایر بچه‌ها به خونه اومدن چیزی بهشون نگیم، چون حوصله غر زدنشون رو نداشتیم که بگن این چه خونه ای رفتین پیدا کردین و از این حرفا. روزا و ماها گذشت تا اینکه خوابای بدجور ما شروع شدن و منم فکر میکردم که فقط خودمم که دارم خوابای بد و کابوس میبینم. مثلا یه شب خواب دیدم که تو هال نشستم و دارم تلویزیون میبینم و دور و برمو که نگاه کردم دیدم کسی نیست و مثل این که همه بچه‌ها توی اتاق خوابن که تو همین حین صدای خندیدن و بازی چند تا بچه کوچیک و صدای تکون خوردن ظرف و ظروف آشپزخونه و قابلمه‌ها از توی آشپزخونه میاد. اومدم برم ببینم کیه که دیدم یکی دو تا بچه کوچیک سیاه و مودار که انگار صورتاشون پر از موی سیاه بود از در آشپزخونه به بیرون سرک میکشیدن و میخندیدن و بعد سرشونو میدزدیدن و میرفتن داخل. رفتم جلو، دیدم اون گوشه از آشپزخونه که هیچ وسیله‌ای نچیدیم و خالیه پر از وسایل و یه زن سیاه پوش هیکلی و قد بلند اونجاست که 5-6 تا بچه قد و نیم قدم دور برش میچرخن و به من نگاه میکنن و خنده‌های وحشتناکی میکنن. یه لحظه دیدم یه چیز خاکستری خیلی کوچیک از توی دیوار اومد و مثل برق روی زمین افتاد و طرف من اومد. پایینو که نگاه کردم دیدم یه جونوره که فقط سرش معلوم بود و بقیه بدنش واضح نبود، با چشمای خیلی درشت و زغالی رنگ که هر چشمش انگار اندازه یه توپ تنیس بود. چسبید به ساق پامو نگاهم میکرد. با دیدن اون موجود از خواب با داد و بیداد پریدم. هوا روشن شده بود و داشتم ناخودآگاه اسم رحمان رو صدا میکردم و متوجه شدم از بخت بدم انگار کسی نیستش و هر کاری میکردم از جام نمیتونستم بلند شم و فقط به سقف خونه نگاه میکردم. با وجود ترس و دلهره زیاد همینجور میخندیدم. دست خودم نبود، بی اختیار قهقه میزدم ولی جان خودم ارادی نبود. با وجود ترس و وحشت از کابوس بازم میخندیدم. نمیدونم چقدر طول کشید که یکی از دوستام به اسم امیر از بیرون اومد و گفت پسر بلند شو، ساعت 1 بعد از ظهره، 20 دقیقه دیگه کلاس داری یا چرا هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ مجبور شدم از دانشگاه برگردم خونه دنبالت. دید دارم میخندم و به سقف نگاه میکنم. با پا زد به پهلوم و گفت او ارسلان با تو. اما لحظه‌ای که پاش خورد بهم انگار کل بدنم با این حرکت آزاد شد و با کوفتگی بلند شدم. همش میپرسید داداش بگو چی شده، که گریم گرفت و تعجب کرد. گفت مرد گنده چته، حرف بزن ببینم. بلند شدیم و رفتیم بیرون توی حیاط نشستیم و گفتم داداش قید کلاسو بزنیم تا بگم چی شده. اونم گفت سراپا گوشم. منم از لحظه اول که با رحمان اومدیم خونه رو تحویل گرفتیم تا همین دقیقه که توی حیاط نشسته بودیم همین چیز و همه خوابای تو طول این مدت رو ریز به ریز واسش تعریف کردم، به جز خواب آخری که حتی جرأت نمی‌کردم بهش فکر کنم، چه برسه واسه کسی بازگوش کنم. امیر اولش با شنیدن کل ماجرا یکم شاکی شد که روز اولی وقتی توی خونه جن دیدی چرا نرفتی قراردادو فسخ کنی و چرا انقدر خودتو زجر دادی. گوره بابا این خونه، خودم میمدم دوباره از نو با هم دیگه میگشتیم و یه خونه بهتر پیدا میکردیم. منم گفتم فکر کردم با ذکر گفتن و نماز سر وقت خوندن بچه‌ها دیگه هیچ اتفاقی نمیافته. گفت امروز بچه‌ها همه اول صبحی رفتن سر کلاس تا عصرم میمونن چون کارگاه عملی دارن. ولی ماجرای جدید از اینجا شروع شد که امیر اصرار کرد خواب دیشبو که باعث شده بود در این حد مثل بید بلرزم و بترسم رو واسش تعریف کنم.
شروع کردم به تعریف کردن. وقتی کامل واسه شریف کردم دیدم دستاش داره میلرزه و هیچی نمیگه، انگار گفت کرده بود. با اصرار من زبون باز کرد و با ترس و لرز قسم خورد. گفت صبح که پا شدیم آمدشیم واسه دانشگاه دیدم احمد و یکی دیگه از بچه ها بیدار شدن و دارن ذکر میگن و همش میگن ایشالله خوابم خیره. پرسیدم چی شده؟ احمد گفت خواب دیدم که از توی آشپزخونه صدای بچه کوچیک و دیگ و ظرف و ظروف اینا میاد و چند تا بچه کوچیک با صورتای پشمالوی سیاه سرک کشیدن بیرون و رفتم دیدم توی گوشه آشپزخونه یه زن قد بلند سیاه پوش وایساده. باورم نمیشد که احمدم همین دیشب دقیقاً ریز به ریز خواب منو دیده. فکر کردم امیر توهم زده یا از ترس داره پرت و پلا میگه. وایسادم از که احمد اومد به قرآن قسمش دادم و فهمیدم که آره مثل این که حقیقت داره و من و احمد توی یه شب دقیقا یه خواب طولانی و وحشتناک رو دیدیم. یه مدت گذشت و ما فقط سر و صداهایی میشنیدیم. صداها یه جورایی مثل جر و بحث و جنگ و جدال خانوادگی بود. یه بار که آخر هفته اومدیم شهر خودمون با رحمان رفتیم پیش یکی از دوستاش که سید و بچه هیئتی بود و از این چیزا هم کمی سر در می آورد. همش میگفت خبری نیست و حتما به خاطر ترس زیاده که حساس شدی. خلاصه با اصرار ما راضی شد که ببرتمون پیش عموش که دعا نویس بود. متاسفانه عموشم همون حرفای برادرزادشو زد و گفت اصلا مشکلی نیست و به خاطر اینکه خیالتون راحت بشه یه دعایی واسهتون می‌نویسم، ببرین فلان جای خونه بذارین تا اگر چیزی هم هست دیگه اذیتتون نکنه. یادم 200 تومنم ازمون پول گرفت. من پیش خودم گفتم حالا به اصرار ما دعا نوشت و 200 تومنم حق الزحمت گرفت. اگه به اصرار خودش دعایی مینوشت چقدر میخواست بگیره؟ بعد از اینکه برگشتیم خونه دانشجوییمون کارهایی که بهمون گفته بوده انجام دادیم. تا 1-2 هفته همه چیز خوب پیش میرفت و خوابمونم راحت بود. ولی یه شب که همه توی حال جلوی تلویزیون داشتیم فوتبال میدیدیم دوباره اون صداها شروع شد. ولی این بار صدای حرف زدن نبود و صدای جابجایی وسایل آشپزخونه بود. انگار که یه نفر توی آشپزخونه همه وسایل رو برمی‌داره و محکم میکوبه به در و دیوار و بشقاب و لیوان رو میشکنه. ما همه بهت زده به همدیگه نگاه میکردیم و منم گفتم هممون که اینجا با هم نشستیم، پس کیه توی آشپزخونه؟ با ترس و لرز یه نگاه انداختیم. دیدیم نه کسی توی آشپزخونه نیست. داخل که رفتیم با کمال تعجب دیدیم حتی یه دونه از وسایلم از جاش تکون نخورده و هیچ شیشه خورده‌ای هم کف آشپزخونه نبود. که یکی از بچه‌ها گفت من 1 دقیقه هم دیگه تو این خراب شده نمیمونم. بقیه هم گفتن میریم خوابگاه، ترمو اونجا سپری میکنیم و کرایه خونه رم میگیم صابخونه از پول پیش رهن کم کنه. اون شب همه رفتن خوابگاه پیش همترمیا و منم رفتم خونه دانشجویی بچهای شیراز که خونهشون نزدیک بود. یادمه چند روز به اون خونه برنگشتیم که یه پنجشنبه یکی از فامیلامون به اسم مسلم از گچساران زنگ زده و گفت با یکی از دوستای عرب زبونش به اسم سعید میاد و قرار شد شنبه صبح اول وقت برن و خودشونو به مرکز اعزام به خدمت معرفی کنن واسه شروع سربازی. منم روم نشد بگم نیام. نمیدونم چجوری بالاخره بچه‌ها رو راضی کردم که برگردن خونه. خلاصه رفتیم و منتظر شدیم مهمونامون بیان. وقتی رسیدن و از در وارد شدن سعید یهو با حالت ناراحتی عذر خواست و گفت یه چند لحظه میخوام توی حیاط بشینم و بعد بیام تو. ما هم تعجب کردیم ولی چیزی نپرسیدیم. اما من طاقت نیاوردم و رفتم توی حیاط و بهش گفتم سعید جان از بچهای ما مگه کسی چیزی بهت گفت یا بی احترامی کرد که ناراحت شدی؟ گفت ناراحت شدم ولی از شما نه. من که متوجه حرفاش نمی شدم با تعجب بهش نگاه می کردم و بهم گفت آقا ارسلان من از اهل خونه ناراحتم ولی از شما نه.
تا اومدم دهم باز کنم چیزی بگم گفت هیچی نگو، منظورم شما نیستید و طرف حرفم اونایین که الان از داخل خونه و پشت پنجره دارن نگاهمون میکنن و مثل این که از ورود مهمون خیلی خشمگینن و همشو از چشم تو میبینن. ارسلان. من در جا برگشتم، دیدم کسی پشت پنجره نیست و مثل این که یه نفر تشت آب بریزه رو سرم کل بدنم شروع به عرق سرد ریختن کرد. سعید همینجور که به پشت نگاه میکرد یکم زیر لب ذکر گفت و بلندم کرد و گفت بریم داخل. فکر کنم عصر بود. رفتیم تو نشستیم. نمیدونم چی شد و چه جوری شد که تو حالت نشسته جلوی مهمون خوابم برده بود و چشم باز کردم دیدم 11 شبه و همه بچه ها دور من و سعید که کنارم نشسته بود و قرآن میخون جمع شدن و با حالت تعجب و ترس به من بیچاره نگاه میکنن. به سعید که نگاه کردم گفتم تو رو به جدت قسم به من بگو حقیقت نداشته و اشتباه متوجه شدی. سعیدم گفت آره اشتباه کردم. من ساده تا آمدم خوشحالی کنم. سعید گفت اشتباه هم اینجا بود که فکر میکردم فقط یه قبیله اینجا، در صورتی که وقتی خواب بودی از موکلم جویا شدم. اونم گفت 2 قبیله جدا از هم توی این خونه زندگی میکنن و همیشه واسه تسلط به این خونه با هم دیگه دعوا و جدال دارن. ما هم دست به دامن مسلم شدیم که از سر صمیمی بودن با سعید ازش بخواد که بهمون کمک کنه. سعید گفت خدا رو شکر نه ارسلان و نه هیچ کدوم از بچه های این خونه تسخیر نشدن و ازتون میخوام امشب فقط ارسلان و مسلم بمونن و بقیهشون برن جای دیگه و تا خبر ندادم بر نگردیم. بچه هم نه به خاطر حرف سعید بلکه از روی ترس زیاد قبول کردن که این شب جمعه رو برن خوابگاه پیش همترمیاشون بمونن. حالا من مونده بودم و مسلم و سعید ازم خواست تا یه لباس سبز رنگ از خودم بیارم که خدا رو شکر یه تیشرت یشمی داشتم و از هر کدوم از بچه ها یه لباس که رنگش مهم نبود و یه تشت و یه تسبیح و کاغذ و خودکار و یه خروس یا مرغ که با بدبختی تونستم اون موقع شب فقط یه مرغ از یکی از همسایه‌ها بخرم که سعید گفت اگه خروس بود خیلی بهتر بود اما اشکال نداره واسه قربانیه. واسهش آماده کردم و آوردم توی آشپزخونه. طبق خواسته سعید همه خونه رو خاموشی زدم و رفتم کنارش نشستم. هر بار که بهم تأکید میکرد هر چیزی دیدم و لمسم کرد به هیچ وجه از جام تکون نخورم. با هر دفعه تأکیدش من بیشتر پام سست میشد. البته این قانون رو یه بار بیشتر به مسلم گوشزد نکرد چون از قبل میدونست. گفت چشماتو ببند و تا نگفتم باز نکن چون شاید کار خراب بشه یا اگرم خراب نشه حداقل اینه که خودتون شاید از ترس بلایی سرتون بیاد. وقتی بستیم شروع کرد به خوندن ورد و دعا و این چیزا و اولش به جز صدای خودش انگار صدای کاغذ میومد. یکم که گذشت کنار صداهای قبلی صدای باد توی آشپزخونه پیچید، اما یه لحظه سرد بود و یه لحظه گرم، ولی میشد حس کرد که 2 دمای متفاوته. بعد یادم اومد که اصلا پنجره بسته است و اون لحظه لرزش دستام از ترس شروع شد. تو همین حین صدای همه چند نوع جنس صدا از چپ و راست می اومد. من که با ترس زیاد هنوز الکی به خودم امیدواری می دادم که ارسلان تا وقتی چیزی رو با چشم خودت ندیدی باور نکن. ناخودآگاه زیر چشمی ریز نگاه کردم و دیدم بالا سر سعید یه جفت چشم روشن وایستاده و تکون تکون میخوره که یهو به حالت شوک و تعجب ذاتی چشممو کامل باز کردم و سرمو بلند کردم. چیزی رو که میدیدم باور نمیکردم و همش آرزو میکردم که همه اینا خواب باشه. توی آشپزخونه از کف زمین گرفته تا دیوار و سقف همش جفت چشمای سفید و زرد که تکون تکون میخوردن بود که یهو همشون بی حرکت شدن، انگار که دارن به من نگاه میکنن.
کل ماهیچه‌های بدنم از شدت ترس جوری منقبض شده بودن که انگار قفل شده بودم. یکی از بدترین لحظه های عمرم بود. در همین حین سعید یه جمله عربی، یه چیزی به مسلم گفت که از آوردن اسم مسلم اول جملش فهمیدم که مخاطبش مسلمه، که بعدش مسلم زد به پهلوم و با صدای لرزون گفت سعید میگه به ارسلان احمق بگو چشماشو ببنده تا به باد نرفتیم. تو همین اوصاف بود که 2 دست بزرگ خیلی سرد از پشت خیلی محکم شونه هامو گرفت و فشار داد و به کمرم چسبید که دیگه متوجه نشدم، مثل اینکه بیهوش شده بودم. تا اینکه به هوش اومدم دیدم تو حالو روی پهلو دراز کشم و سعید و مسلم پیشم نشستن و دارن حرف میزنن و سعید با لبخند بهم گفت ارسلان چقدر بدشانسی، تو این شهر این همه جا تو اومدی تو خونه‌ای که توش 2 قبیله زندگی میکنن. نیم ساعتی گذشت و گفت زنگ بزن دوستات برگردن خونه، ولی قبل از اومدن یه غسل انجام بدن. دوستام همون شب تا دیر وقت با هر بدبختی بود توی حموم خوابگاه غسل کردن و برگشتن خونه تا از سعید تشکر کنن و از زبان خودش بفهمن که ماجرا چی بوده. سعید تا اذان صبح راهنماییمون میکرد و ازش سوالایی میکردیم و دستوراتی بهمون گوشزد کرد که با رعایتش خدا رو شکر تو اون خونه دیگه چیز خاصی ندیدیم. این بود از داستان من. رفقا امیدوارم که از این خاطره و از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. اگر شما هم خاطرات ترسناکی دارید میتونید برام زیر همین ویدیو کامنتش کنید یا به این آیدی تلگرام که رو صفحه هست بفرستید. تا ویدیوهای بعدی و خاطرات بعدی فعلا خداحافظ.